سلام، به چنل خودتون خوش اومدین. من محمد هستم. این بار با هم دیگه اومدیم کلیپایی رو ببینیم که مربوط به عروسی ها و جشن تولدها هستش که سعی کنیم بهشون نخندیم. این سری کلیپای من به نسبت به کلیپای قبلی که ساختم خیلی متفاوت هست و سعی میکنم از این به بعد کلیپای بهتر و با کیفیت تر و خنده‌دارتر و ریاکشن های بهتری بسازم که هم شما لذت ببرین هم خودم. اولین ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. بچه نشست رو کیک، بچه لش کردی آخه. قیافه بچه چه اونجوریه؟ نمیکنه. Yo vine fue a esto. وای با تیر زدش، با تیر واقعا زد. بکش بالا آقا، بکش بالا بیا بالا حالا وای بین مردم این اصلا اینقدر واقعا سوزش داره. اول اومد بزنتش بعد ول کرد. حالا چی هست اصلا؟ دستشو کرد تو کسافت اون داشت میخندیدیم باش گفت تو دهنم. ندید نگه اونو مگه ندید این کجا رفت؟ وای این زنه با این میفته رو زنه زمین خم شیم بخوایم ورداریم چه اتفاقی برام میفته؟ اتفاقی بدجور. لبات رو لبات فشار بده. آخه رو بشکه من جای رقصه. وای خب دوستان گلم، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. به آخر ویدیو رسیدیم. ما واقعا صحنه‌های خنده‌دار و جذابی داخل شد. من که نتونستم کنترل خودم رو بعضی از صحنه‌هاش نگه دارم. اگر خوشتون اومده کامنت و لایک یادتون نره. ممنونم. خدا نگهدارتون.